خیلی از دوستان پرسیدن که ما چجوری میتونیم عضو کانال یوتیوب رسانه پشت پرده بشیم و آرشیو ویدیوها رو ببینیم. میدونید که ما بعضی از ویدیوها رو وقتی توی اینستاگرام منتشر میکنیم ریپورت میشه و پاک میشه و مجبور هستیم در یوتیوب منتشر کنیم. برای عضویت در کانال یوتیوب رسانه پشت پرده اگر داخل ایران هستید حتما از فیلتر شکن استفاده بکنید، چون یوتیوب در ایران فیلتر هستش. اپلیکیشن یوتیوب رو که دیکتاش هم اینطوری هستش دانلود بکنید و بعد از اینکه فیلتر شکنتون رو روشن کردید یوتیوب رو اجرا بکنید. یک ذره بین بالا سمت راست هست، روی ذره بین بزنید و اسم پشت پرده رو که سرچ بکنید این چند تا اول میارتش و کانال پشت پرده رو میبینید که 531 ویدیو در هنگام ضبط این ویدیو هست. روی دکمه سابسکرایب بزنید، به همین راحتی. سمت راست هم یک زنگوله هستش که اگر روی آل بزنید ویدیوهای جدید که منتشر بشه بهتون نوتیفیکیشن میده و میتونید آرشیو ویدیوها رو تماشا بکنید. همه ویدیوهایی که در طول 2 سال گذشته ساختیم رو میتونید اینجا تماشا بکنید و دیگه از شر ریپورت های اینستاگرام هم راحت میتونید همه ویدیوها رو نگاه کنید. اگر با لپتاپ میخواید عضو کانال یوتیوب رسانه پشت پرده بشید که خیلی ساده هستش، یوتیوب رو با فیلتر شکن باز میکنید اگر توی ایران هستید. اینجا یک کادری هستش که میتونید هر چیزی رو که میخواید سرچ بکنید. کافیه که کلمه پشت پرده رو سرچ بکنید که دیکتاش هم اینجوری هستش. اولین کانالی که میاد با این لوگو کانال یوتیوب رسانه پشت پرده هستش. یک دکمه قرمز رنگ داره، روی دکمه قرمز رنگ بزنید به همین راحتی میتونید کانال یوتیوب رسانه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید و آرشیو ویدیوها رو روی لپتاپ ببینید و دانلود بکنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.